سلام رفیق، میدونم باز اینجایی چون از شکست خوردن تو ساختن عادت‌هات خسته شدی. هر شب پر از انگیزه‌ای، اما صبح که میشه مغزت دکمه خاموش رو میزنه. چرا؟ چون مغز عاشق مسیرهای راحت و قدیمیه. وقتی تصمیم گیری‌های سخت، مغز شما تحت بار شناختی قرار میگیره و برای صرفه‌جویی تو انرژی شما رو مستقیم میندازه تو اتوبان اهمال کاری. اما دیگه کافیه. امروز قراره یه پروتکل 30 روزه رو از زبان متخصصان بهت بگم که برای همیشه سیمکشی مغزت رو عوض میکنه. یه ترفند نیست، یه هک عصبیه. اسمش سیستم نوروپلاستیه. بیا ببینیم چطور میتونیم با هک کردن هویت خودت دیگه هیچ وقت نیازی به زور زدن با اراده نداشته باشی. بزرگترین اشتباه تمرکز روی نتیجه است. شما نمیخواین 30 روز فقط درس بخونین. میخواین فردی باشید که سخت‌کوش و متمرکزه. این همون چیزی که جیمز کلر نویسنده عادت‌های اتمی بهش میگه عادت‌های مبتنی بر هویت. به جای گفتن میخوام صبح زود بیدار شم بگو من یه سحرخیزم. وقتی هویتت رو عوض میکنی، مغزت برای حفاظت از اون هویت جدید خودکار عمل میکنه. در واقع مغزت میگه چون من یه آدم تمیز و مرتبم، پس باید ظرفا رو بشورم. نه اینکه باید ظرفا رو بشورم چون باید آدم خوب و تمیزی باشم. عالیه، هویتت رو ساختیم. حالا چطور میشه این هویت رو توی مغز سیمان کنیم؟ اینجاست که معجزه نوروساینس و پروتکل 30 روزه دکتر واریر خودشو نشون میده. دکتر سید واریر متخصص مغز و اعصاب میگه برای اینکه مغزتون به عادت جدید اعتماد کنه باید اون مسیر رو آسفالت کنید و این کار در 30 روز انجام میشه. هفته اول و دوم ساخت مسیرهای سیناپسیه. شما با تکرار مداوم اتصالات عصبی ضعیفی رو بین نورون ها میسازید. این روزا سخته چون مسیر هنوز خاکی و ناهموار. باید از هک عملیاتی استفاده کنیم. یادمون باشه که سراغ تغییرهای بزرگ نباید بریم. با تغییرهای خیلی کوچیک شروع میکنیم تا مغزمون تحت بار شناختی قرار نگیره و مقاومت نکنه. هفته سوم و چهارم میلینه کردن مسیره. اینجا فاز جادویه. تکرار باعث میشه مغز روکش چپ به اسم غلاف میلین رو دور مسیر عصبی جدید بپیچه. میلین سرعت ارسال پیام عصبی رو تا 100 برابر زیاد میکنه. این یعنی عادت جدید شما از تلاش سخت به واکنش خودکار و آسون تبدیل شده. حالا که اتوبان رو آسفالت کردی، چطور مطمئن بشیم که ترافیک عالی داره و مغز رو برای همیشه متعهد نگه داریم؟ باید از قوی ترین محرک جهان یعنی سیستم پاداش استفاده کنیم. سیستم پاداش و تایید اجتماعی بزرگترین تقویت کننده برای این پروتکل 30 روزه است که بهش میگن دوپامین و بهترین راه برای پمپاژ دوپامین چیه؟ تایید اجتماعی. وقتی پیشرفتت رو با یه دوست یا منتور به اشتراک میذاری، مغزت دوپامین آزاد میکنه. این دوپامین مستقیما مسیر میلینه شده رو بوسه بارون میکنه و بهش میگه عالیه، کارتو ادامه بده. این یه تقویت کننده قدرتمند برای افزایش خودکارآمدی در علم روانشناسی. بالاترین سطح تعهد در سیمکشی مجدد وقتی که تو اون عادت رو به بقیه آموزش میدی. تو با این کار مغزت رو مجبور میکنی هویت جدیدش رو کاملا تثبیت کنه. حالا میخوام براتون یه مثال عملی بزنم که چطور تو 30 روز یه تمرکز لیزری بسازیم. بچه‌ها بیاین صادق باشیم. مشکل شما این نیست که نمیتونید درس بخونید. مشکل اینه که قاتل تمرکزتون تو جیبتون نشسته و مدام بهتون زنگ میزنه و نوتیفیکیشن میده. هر بار که سراغ موبایل یا حواس پرتی میرید، مسیر عصبی فرار از وظیفه تو مغزتون قوی تر میشه. چطور میشه این مسیر رو نابود کرد یا به جاش شاهراه جدید برای تمرکز بدون توقف بسازید؟ با پروتکل 30 روزه نوروپلاستی این نقشه راه دقیقاً به مغزتون یاد میده چطور فقط روی کارتون قفل بشه. مرحله اول هک هویته. بر اساس گفته جیم کلر فراموش کنید که میخواین بیشتر درس بخونید، هویت جدیدتون رو بسازید. شما از امروز یه فرد با تمرکز لیزری هستید. فکر میکنید چرا این کار میکنه؟ وقتی با خودت میگی من یه فرد متمرکزم، تصمیم گیری های کوچیک آسون میشه. یه سوال، یه فرد متمرکز
کنار دستش گوشی میذاره موقع درس خوندن؟ پاسخ مغز نه. این کار باعث ایجاد تطابق هویت و رفتار میشه که قوی ترین محرک تغییره. بر اساس گفته دکتر وریر، مغز از بارای بزرگ میترسه، پس ما با دوزای میکرو شروع میکنیم. به جای 3 ساعت مطالعه فقط 7 دقیقه تمرکز بدون نقص رو هدف بگیر. آماده سازی محیط رو اینجوری انجام بده که 7 دقیقه موبایلتو بذاری توی کشو یا توی اتاق دیگه. مغزت باید بفهمه که دسترسی به حواس پرتی غیر ممکنه. چطور حالا این 7 دقیقه رو تبدیل کنیم به 2 ساعت مطالعه عمیق؟ چه ماده‌ای تو مغزمون ترشح میشه که باعث بشه تمرکزمون 100 برابر بشه؟ مرحله دوم میلین اتوماسیونه. اینجاست که علم نوروپلاستی وارد بازی میشه و شما مسیر عصبیت رو آسفالت میکنی. هر 3 تا 4 روز زمان تمرکز بدون نقص رو 1 کوچولو بالاتر میبری. هفته اول 7 دقیقه، هفته دوم 15 دقیقه، هفته سوم 25 دقیقه. هر بار که این کار رو بدون حواس پرتی انجام میدی، مغزت یه روکش به اسم غلاف میلین دور اون مسیر عصبی میپیچه. این غلاف سیگنال تمرکز رو فوق‌العاده سریع و خودکار میکنه. یه قانون طلایی وجود داره بچه‌ها. هیچ وقت 2 روز پشت سر هم رو از دست ندین. اگه یه روز خرابکاری کردین، روز بعد باید برگردید و زنجیره رو دوباره بسازید. این ثبات کلید تولید میلینه. حالا چطور مطمئن بشیم این تمرکز بعد از 30 روز بر نمیگرده؟ و حک نهایی دوپامین چیه که این عادت رو تو ضمیر ناخودآگاهت قفل میکنه؟ حالا که این 30 روز رو پشت سر گذاشتی، هویت فرد متمرکز رو داری. مسیرهای عصبیت هم میلینه شده، اما برای قفل نهایی باید سیستم پاداش رو فعال کنی. بلافاصله بعد از یه جلسه مطالعه فوق‌العاده متمرکز، برو یه مفهوم سخت رو به یه دوستت یا عضو خانواده آموزش بده. دکتر وریر تاکید میکنه آموزش دادن بالاترین سطح تثبیت هویته. مغز دوپامین انفجاری آزاد میکنه چون داری مهارت جدیدت رو با دنیا به اشتراک میذاری. این عمل نه تنها خودکارآمدی تو بالا میبره، بلکه دوپامین آزاد شده سیناپس‌های جدیدی رو که با سختی ساخته بودی با یه پاداش بزرگ تقویت میکنه. همونطور که دیدی این بحث نوروپلاستی به شدت جذابه. تکنیکی مثل افزایش تمرکز صرفا یه رفتار نیست، یه علم نوروشیمیاییه. به همین دلیل قول میدم که تو ویدیوهای بعدی وارد یه فاز کاملا علمی بشیم و بهت نشون بدم چطور دقیقاً دروازه‌های شیمیایی نوروپلاستی رو فعال کنی. قرار یاد بگیریم چطور از اپینفرین و استیل کولین برای ساختن تمرکز لیزری استفاده کنی. پس برای اینکه نقشه راه تخصصی رو از دست ندی، لایک کن تا این محتوا به هر کسی که نیاز داره برسه. سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا ویدیوهای هک شیمیایی رو از دست ندی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما با دوستات شیرش کن. حالا تو کامنت ها به من بگو تو قراره تو 30 روز آینده کدوم سیم کشیت رو توی مغزت برای همیشه عوض کنی. تا ویدیوی بعد، سیماتون محکم.